سلام اکامی سعودورا یوکی دخترا کوشونا رکلام کنی به مردم گناه است یا نه؟ الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى. درباره رکلام کردن کاری سوداگری یا دختر حکمش وابسته به نوع رکلام و مقصدی آن است. اگر رکلام راست و بفریب باشد، یعنی آدما را به کار حلال خدمت رسانی واقعی و سودمند دعوت کند، گناه نیست، بلکه میتواند او هم داشته باشد. مثلا شما میگویید برادرو یک دکتری با اعتماد است، طبابت حلال میکند، یا دکان مسلمان است، مالهای حلال میفروشد. اما اگر رکلام فریبنده باشد، مثلا حقیقت را پنهان کند، زیادتر از واقعیت تعریف کند، مردم را به آن گمراه کند، آنگاه گناه است، زیرا در اسلام دروغ گفتن گناهی بزرگ است. اگر رکلام برای چیزهای حرام باشد، مثلا فایده گرفتن از ریبا، قمار، فاحشگی، مشروبات و مانند آنها، پس حتما حرام و گناهی کلان است، یعنی گناهی بزرگ است. الله تعالی در سوره مائده آیه 2 میفرماید: به نیکی و تقوا یاری دهید و به گناه و دشمنی یاری مدهید. خلاصه اگر رکلام راست، حلال و برای منفعت مردم باشد جایز است. اگر در آن دروغ، فریب یا چیزی حرام باشد گناه است. والله اعلم.